دوستان عزیز، شاگردای محترم، خواهرای عزیز، این اسباب بهترین اسبابی است برای من که تمام لحن تاجیکی مردم کوهستان، تمام لحن مردم تاجیکستان رفته در خارجه همین اسباب آواز خودش برآورده است. مردم گوش کردند. موسیقی سرود سرحد نداره. به هر یک ملت یک رمزی همون شیرینی خودش میرسد. امروز من برای آمدن شما، قدم رنجه کردن شما، سر تعظیم فرود میارم برای شما. آمدن شما که برای من همراه شما من صحبت میکنم. من عبدالسلام رحیموف سال 1944 در 14 ایول در منطقه مردم کوهستان ناحیه سابق سر خاصور میگفتند. در همونجا تولد شدم، به دنیا آمدم. در عائله ما 11 دختر بودند. در عائله ما یک پسر من تولد شدم. یک پسر. پدر من اوستا بودند. هر یک وقتی که فرزند تولد بشود رفته پدر من را هدیه میگیرند. بابای اوستا رحیم در خانه شما مهمان نو شد. چی شد؟ دختر. چی شد؟ دختر. همتری 11 دختر هدیه میگیرند. آخرون بود در یکان یک خانه کدا میره همه چوباش ساز میکردند. اوستا همه دورزگر بود. پدر من کسی همه تک فریاد میکنم بابای اوستا رحیم در خانه شما مهمان نو شد. بعد همین نظر نگیرون نه گفته چی شد؟ بچه از همه طور بابای اوستا رحیم تا دمی افته از خرسندی، از هیجان، از همین جای کارش تا خانه رفتن بالاقه شو، انبر شو، تشه شو. وقت موکی میگفتن در پا میپوشیدن موکی شو، جلک شو، همه را تقسیم میکنه. از هیجان بسیار، از خرسندی بسیار. اینا رو همش برای من مادرم نقل میکرد. کمپنی مادرم بسیار زن خوب بود. بعد رفته اون وقت در همون مردم کوهستان یک خانه بود. یک خانه بود. بین خانه در چهره کندگی رنگ چکدان بری. در همون چخری علو میکردن. مردم در بالای همون کرپو پوش دراز میکردن. مردم زندگی میکردن. ببین یکم کس کسل سیل و کسل قند یکم کس همین چیزا خبردار نبودن. برای که مردم بسیار کوهستان باد و هواش. همون قشلاقی که من تولد شدم شرشره کلان در سر خاصور هم شرشره میبرم. من در همونجا تولد شدم. انا اکن پدر من وقتی که میدارد در خانه میدارد دیگر از هیجان بسیار راه گشتن نمیتونه. رفته لبای من بوسه میکنم میگه که انا که خداوند نام مرا زنده کرده، نام مرا زنده کرده. بعد گریه میکنه پدر من. در حقیقت همین خشید. من نام بابای اوستا رحیم زنده کردم. من از 5 سالگی نواختن سر کردم. نواختن غجکه سر کردم. غجکه برای چی که همه هوسکارای همه ناحیه که سابق بودن آمده در خانه ما مشق میکردم. برای چی؟ برای که یک فرزند پدر من در همونجا اشتراک میکردن. نمیدونم او کار میکردن، اشتراک میکردن. اومده در خانه ما مشق میکردن. همه موسیقی خلقی را من گوش میکردم. بیام برزا همه اپای ما را یک همه قدر چوبا تشکیل میکنه. یک قطعه کنسیبه را میزند دستی من میکشن دست من را میسپارن. من با همه قطعه مشق کردم. خیلی در زندگی مردم کوهستان هم موجیر کردن. ما رو آمدم ما سابق ناحیه مسکو در اونجا خواندم. در مکتب میانه خواندم. در مکتب میانه از صنف 8 به یکم تعریف من ایجادکاری را سر کردم. با خیالم یک دخترک میخواندن صدیقه اپای رکادما. اون کس در نمیدونم در حیات هست نیستن. با شعر میرزا ترسنداده استاد من از فرغانه
تو از خاقان و من از حصارم، تو از فرغانه و من از حصارم. همین آهنگ عبدالسلام رحیموف که در صنف 8 ایجاد کرده است. من از دولتم، از ملتم، از تاجیکستان فخر میکنم. من میخواهم که تمام مردم دنیا آمده تاجیکستان ما را تماشا کنند، منطقه ما را تماشا کنند، طبیعت ما را تماشا کنند، صنعت ما را همه وقت در هر جای در کجای نباشد باید صنعت تاجیک حدود در تمام دنیا مشهور گشته است. بعد مکتب ختم میانه در سابق ناحیه مسکو دو ناحیه تاجیکستان را تئاتر خلقی دادند، ناحیه اصفهان، ناحیه مسکو. عبدالسلام رحیموف بعد ختم مکتب میانه سال 1960 کنکورس نوازنده ها و تراننده ها و رقاصه ها شد در ناحیه. اینجا اعضای حکمان میسنجیدن میدیدن، لیکن من بسیار خصوص سپاریدم از همین اسباب غجر. از همون سال 48 سال من راهبر موسیقی تئاتر خلقی ناحیه مسکو بودم، با همراه اودینا هاشم کار میکردم. این سال 60 سال میشود که من در تئاتر کار فعالیت دارم. من شکرانه میکنم، فرزندان خوب دارم. فرزندان همش صاحب معلومات، صاحب جای کار، با عقل، با ترتیب. من در اینجا نگفتن نماند که در اینجا پسر من پیرو جان رحیموف، پسر من. اینجا شاگردای من نصرت الله نبیوف که هر یک کنسرت 4-5 تا سرودای ما را در صحنه اجرا میکند. در اینجا نشستگی بدرشاه صوفی، در اینجا نشستگی شاگرد من اودین احمد بابویف که من همراه این آدم در خد فستیوال جهانی در شهر ورشو در پولش اشتراک کردیم. امروز من میبولم از ملتم، از هنرم خرسند هستم. من چندین سرودها با هنرمندای کسبی دادم. اپای نگینه راوپова، یادش بخیر، آزادما محترمова، اپای مسونه ارگشова. خب اپای محرمه که حاضر در هم مهمان ما اشتراک دارند، خوش آمدند، خوش آمدند، خوش آمدند. خب اپای عبادت در همه جا اشتراک دارند، از سرودهای من میسرند در رادیو، در تلویزیون. خوش آمدند. در اینجا اکای جمال خان اشتراک دارند، اپای مرخصار صفیه در اینجا اشتراک دارند. این یک شان و شرف مردم ما که زنها اینقدر پیشرفتگی، زنها اینقدر به حق، زنها اینقدر صنعت تاجیک بالا برداشتند. باور کنید ما وقتی که در ورشو در همون پولشا 4000 آدم اشتراک دارند، همه میکروفون ها بلندگویک ها زنده کار میکردن. بعد دیدم بسیار مردم همینقدر با شوق گفتم که صنعت مردم تاجیک در همونجا نشان دادیم ما چقدر بزرگترین تمام ملت دنیا بودن. با همراه شاگردم صادرجان اودینایف گفتم برادر عزیز، همین اسباب طبیعی همینجا یک اسباب بنوازیم. من نفهمیدم که این میکروفون کار میکرده است. بعد یک موسیقی رقصی داشتم، جلوه، همون رو من نواختم در همون کنسرتی فستیوال.
من شنیدم که همین برنامه خط زندگی نام داشته است. بهترین نام. لیکن زندگی خط یک خیل نمی رود. گاه بلند و گاه پست. زندگی همین خیلی است. من بعد چند سال با آموزشگاه مدنی روشننمایی روزکی داخل شدم، تمام کردم. بعد او با دانشکده صنعت داخل شدم، تمام کردم. در همین تئاتر سالهای سال کار کردم، اینقدر سال کار کردم. در اندلیبو بیشتر چیزا رو می نوشتم. امروز یک شاگرد من حدین احمد بابیوف نقل میکند که در همین مسئله ورشا و رفتن پارشا خیلی موفقیتی های تاجیکستان بود. مرحمت خم به همه شاگرد ما موقتی هم سفر شدیم پولشا در بین 26 دولت نواختن. ما باور که بعد نواختن همی تمام خلق همونجا 4000 آدم قرصق زدن. باور کنید بعدی برآمد کردن تاجیکستان جو یکم گرفتیم، پرچم تاجیکستان بلند برداشتیم، گریه کردیم. باور بکنید امروز در اشتراک همین جمع آمد ما یک شاگرد بهترین من که همه وقت در کنسرت‌های دولتی، در معرکه‌های مردم، در تمام جا از اجازات من میخواند بدرشاه یوسفی. مرحمت روز دیگه وقتی که ما در نویه همدانی کار میکردیم در کلوبی کلخوز، او دوره دا کلوبی کلخوز هر کلخوزا خیلی بستانو داشتن، از نظر گذرانی میشید. بعد یک برنامه دا ما یک سرودی یکه خوندم. استاد در همونجا خودش اعضای جوری بود. ای همون سال من با تئاتری فیلارمونی بابای هودینا وشیم. تو حوزی را قطعی استاد ما همکاریم. استاد برای ما آهنگ میسازم و آهنگای استاد میخونیم. اگر اجازت باشه یک 4 مصرع از آهنگ استاد یک زمزمه میکنم. روزه که خود روان خود کارم شویم، چون ابری در گذر 100 پارم شویم. چون ابری در گذر 100 پارم شویم. در راه زندگی آوارم شویم. در راه زندگی آوارم شویم. بر قدر مادران اون وقت میرسیم. بر قدر مادران اون وقت میرسیم. تشکر. یک شاگرد دیگر هم نسبت نبیوف از اجازات من دویم در همه معرک‌ها اجرا میکند، سرود میخواند. در تلویزیون هم چند بار برآمد کرده، در رادیو، در تمام کنسرت‌های دولتی. سبب اومدن جمع شدن ما به خاطر استاد صنعت آهنگساز استاد عبدالسلام رحیموف است که سالیان دراز است ما استاد عبدالسلام رحیموف رو نغز میشناسیم، همکاری کردیم. وقتی که در چهاربینی‌های مکتبی ناحیوی اشتراک میکردیم، سبب دعوت کردن به فیلارمونیای مردمی بابای آدینا هاشیموف اکای عبدالسلام است که ما را دستگیری کرد. تا امروز ما قطعی اکای عبدالسلام کار و فعالیت کرده ایستاده ایم. از آهنگای اکای عبدالسلام اگر اجازت باشد یک سرودی تیار کرده ایم از استاد ستار مسلم است، پیر همدان. اگر اجازت باشد ما را یک 4 مصرعش زمزمه میکنیم. افسانه حقیقت شد و ما باز همانیم، از یار خبر نیست از این رو نگرانیم. گفتن بسد مرتبه است راری نیهان را،
در یادی عزیزان سخن مرسی خوانیم در یادی عزیزان سخن مرسی خوانیم. سلامت باشید. من در زندگی هم شکست دارد هم موفقیت های کلان دارد. من هیچ وقت فراموش نمیکنم وقتی که در خانه من مصیبت میشید من بردم مرده را در همون مایت در همون قبرستان میموندم و خانه نمیرفتم. از همونجا ماشین مرا گرفته روز کنسیت میبردن مردم خانه ما میرفتن. مثلا سال 2001 من یک پسر بسیار برادر اینه پسرم این پیرو خسرو ملیسا کار میکردن. خیلی خیلی صدمه دچار شد. من در اندلی بودم ولی پگه اندلی ولی سر نشده بود اندلی. بعد شب اومدم گفتن که کم طلاق در خانه شما نیست در خانه همسایه نقش شدگی بسر شما اومدیم. بعد ما رفتیم که پس خانه ما این ماشین نبینیم. ساعت 6 سحر مرا بردن. 6 سحر مرا بردن. ما با شما بردم در قبر موندم. از همون سر قبر روز دوشنبه فیلارمونی دا اندلی بود. اومده برآمد کردم. ببین این صنعت بزرگی شبیه که فیدویش در صنعت وقتی که در صنعت موسیقی در صنعت سراندگی در کدام ژانر نباشه باید فیدویش دادن در کار با مردم قبول شدن در کار با مردم خرسند کندن در کار خدمت های مردم ملت تاجیک کندن در کار. ما شکرانه از آن میکنیم که دولت تاجیکستان این آباد شده است. شکرانه پرزیدنت میکنیم که این قدر همه را آباد کرده است. آنها خیلی از زندگی آنها خیلی پس بلندی ها دارند که من 100 بار شکرانه میکنم که از تاجیکستان که به همین مقصد رسیدم. با عنوان فخری هستم. عنوان فخری به من دولت حکمت دادند. من نگم دیگر ناراضگی ندارم. همه چیز به من رسیده است. همه چیز به من چیز در کار بود برای من. من فخر میکنم برای تاجیکستانم، برای ملتم، برای فرزندای خوبم، برای تئاتری که من سالهای سال 60 سال در تئاتر خلقی به نام آدینا هاشم کار کردم. با مردم قطعی آماده شدم. با تمام مردم منطقه های تاجیکستان رفته کنسیت دادگیم. یک چیز فراموش نکنم که من هم ایجادکار هم نوازنده یک سال 70 بود همه خیلی بود که اندل بستان شد. یک ژانر همه برنامه صحنه‌های حجبی بود. آدینا هاشم فیضعلی حسن همش همین کار در گردن ما و اکای رحمان دوست یادش بخیر موندن که همین ژانر شما بازی میکنین. ما در حقیقت به گردن نگرفتیم که کار قین است. کار حجب حجب به حد کار قین است. سرود خواندن میگین نه که حجب حرکتو در کار معنی گپ در کار. خب مردم قبول کردن که معنی من ای بازی برآمدن در کار نیست. در حجب های چی میخنده خیلی در کار نیست. راست گپ اجرا کردیم در همین اپرا بالت هم بستان گذشت. ما را دادن 8 سال. نگاه کردم که یادش بخیر رحمخان قربانوف در ها طرف گریسته شده است. گریه کرده شده است. عبدالسلام رحیم شرمنده شدیم که 8 سال گرفتیم. اکر رحمان دوست پربار نکرد. ادامه میتیم. همه خیلی کردیم که وستا و مستا عبدالسلام رحمان دوست قربانیان همه خیلی اسم کرده برآمد. 3 ساعت 4 ساعت برنامه داشتیم. حجو کنسیت میرفتیم. یک دختر برای همون صحنه‌شو میگرفتیم. دیگر یکم رقاصه یکم آوازخوان نمیگرفتیم. مردم به درجه قبول میکردن. به درجه هم میفرد مردم که هم صحنه‌شوی حذفی. ازل همه خیلی برادر ما اونجا خیلی شنبه اومد کار اومد ما اونجا تنها موندم. دیگر گفتیم مردم تو کوهستان که یکم شریک دیگر نیفتن که همرو ادامه میام. برای همین من سالهای سال در همین هنر کردگیم در همین انتخاب کردگیم میندور هستم. روزی هستم. اولا سلام میگویم به شما استاد محترم
بعداً گفتنی هستم که آشنایی من، دوستی من، شناسایی من با استاد هنر، ارتیستی مردمی تاجیکستان، استادان عبدالسلام رحیموف از سالهای 1980 سر شد. من دانشجوی کورس اول دانشکده صنعت بودم و یک روز استاد در حوله دانشکده دیدم. اکنون علاقه که استاد اینقدر آهنگسازی محبوب و مشهور بودن، یکی مرا نزد بودن خواهر جان مرخصار شما، گفتم بله، چون که همون وقتا ما حافظای جوانی بودیم که خیلی زیاد برآمده داشتیم، به هر حال مردم قبول میکرد میشناخت. استاد گفتن که من با صدای شما، با خصوصیت های شما، من یک آهنگ برای شما تیار میکنم. و استاد همون سالها در کورس دوم میخواندن، شعبه غایبانه، من یاد دارم سال 82 تمام کردن. در خوابگاه دانشکده یک روز با همین سکریپکه با همون قیژک اومدن و گفتن بسیار یک آهنگ خوب برآمده است، باربایی های مردمی. چون که من همیشه میگویم که من باربایی و دو بیتی آمدم روی صحنه، تا به امروز پیگیری همین ژانر هستم و برای من خوب آهنگ آماده کردن. اون سالها فنگرام و ثبت های خیلی چیزها نبود. هرگیجا که می رفتیم زنده در همین تالارها برآمد میکردیم، با سرود استاد عبدالسلام رحیم برآمد میکردم و زنده میخواندیم. متاسفانه همین آهنگ بهترین من ثبت نکردم. حتما که از اینجا بعد این نشست همین چیزا پیش میشوم ثبت میکنم. و یک سال تمام شاعرها، نویسنده ها، هنرمندا با جشن زادروزی استاد علی محمد مرادی دعوت شده بودیم با همراهی استادانی همه شاعرای اتحاد نویسنده ها. و وقتی که در همین شهر نورک ما یک جو ضیافت تشکیل کردن و اوجا اگر هم ماهیش نخری هیچی، گویا که هم نورک نگذشتی، همون یک دسترخوان در ما نشستیم، همه استادا، استاد لایق، استاد گلرخسار، اصلا بگیریم همه استادای همون بزرگ ما بودن. و یکی من گفتن استاد گلرخسار که تو چی میخوانی؟ گفتن که من حاضر، گفتن نه که من سرود اعلی میخوانم، سرود اعلی با آهنگ کریم شیش. در حال استاد گلرخسار دو روبایی برای من در همونجا جدا کردن، گفت تو در آمدن رایون مسکو یعنی امروزه همدانی انا میره ازیاد میکنی، ما خاطره همون راستی کامپیوتری نیست، کامپیوتر ما همیشه در معینمون هست، یعنی که ما زود قبول میکنیم سخنه. همین دو روبایی را استاد من در همون ماشین یک نقلیات نشسته بودیم، چند تا شاعر وقتی تا همونجا ازیاد کردم، اصلا که گپم نزدم. همین وقتی که شب به خونه برادری استاد علی محمد مرادی رفتم، استادا همه آمدن. خوب باور کنید نکنید استاد بده در همون حوالی به میکروفون ما چند ساعت استادا نواختن و ما سرودخوانی کردیم، یعنی که خوشخوانی کردیم. پس سحر آمدیم، استادا گفتن که از جمله استاد گلرخسار که من حتما باید خانه اکای عبدالسلام دعا و فاتحه روم، چون که همین چخیلی که پیشتر نقل کردن خط زندگی پستی و بلندی ها دارد. همون سال در همون مصیبتی پسر نازنین شما رفتیم و رفتیم دعا و فاتحه کردیم، ینگه نازنین خوب قبول کردن. پس از او اومدیم خانه استاد آدینه هاشیم، در اونجا یک دعا و فاتحه کردیم، اومدیم به تئاتر خلقی، همه خیلی بودن استاد. وقتی که اومدیم ما اصلا جای مشق نکردیم، در پشت صحنه استاد بسیار غمگین بودن. من گفتم که استاد من یک چیز میخوانم و نکی مشق کردگی نیستین. خب به هر حال وقتی که استاد صدای همون سکریپکش اگر بروید غیژکش با همون صدا من همون درد میخوانم. گفتن چی میخوانی؟ گفتم که الله. کدام الله؟ گفتم کریم شیش. باور کنی استاد به یگان مشق همین سکریپکه را وقتی گرفتن از این سه اشک میریزند به بالای اسباب یادشون باید باشه. من سرود الله را از صحنه خوانده اومدم، چون که بسیار همون حالت وقتی که یک نفر هنرمند میگرید اون سبک میشود. من همه خیلی خواندم. استاد با موسیقی من گفتن که الله میگم شیرین ما، بچه نازنین ما، مرادی اولین ما، امیدی آخرین ما، علایوی علایوی علا میگم شیرین مایه، بچه نازنین
ما انا خیلی سرود از سر کردیم. استاد برای ما هم آواز شدن. استاد زنده و سلامت باشند. اگر هنرمند چقدر که سالار می شود همون قدر بزرگ می شود، همون قدر پخته می شود، همون قدر ایجادش با بلندتر یعنی که خوبتر، ساده‌تر و مفهم می شود. استاد از همون استادایی هستند که من میگویم که 150 سال عمر بینن و برای همه هنرمندا آهنگ نویسند. سلامت و سربلند باشند استاد. استاد عزیز، سر اول شما را خوش آمدید میگویم. شما همچون مطرب، همچون آهنگساز، همچون هجونگار طول سالیای زیاد فعالیت کردید و شکرانه میکنیم که پاداش تمام مهنت‌های شما قدر شدن و تا به هنرپیشه خلقی تاجیکستان رسیدید که این افتخار همه ما است. من باوری دارم که تمام موسیقی که شما ایجاد کردید در کالج های صنعت، مکتب های موسیقی، دانشکده صنعت، کنسرواتوار ملی آموخته می شوند و از شما خواهش میکنم اگر تمام موسیقیاتون، آهنگاتون اگر به نوت نگرفته باشد خواهش میکنم که شاگردای یاردم کنند و تمام موسیقی های شما به نوت گرفته شود و کتاب های خودتون به همین دانشگاه های صنعت تحفه کنید تا اینکه آینده ما آموزند. مرا غمگین مکن در زندگانی که روز میروم به من بمانی، تو به من جان شیرین خوار گردی، به هر یک تاری مویم زار گردی، تو به من جان شیرین خوار گردی، به هر یک تاری مویم زار گردی. من از تو دولت و دنیا نخواهم، من از تو نخره و طلا نخواهم، فقط یک لحظه درمان دیشم که به تو زندگی اصلا نخواهم، فقط یک لحظه درمان دیشم که به تو زندگی اصلا نخواهم. اولو سلام و درودی بپویم به شما استاد عزیز. افتخار میکنم امروز که با شما صحبت دارم، چون که شما رو از خردی میشناختم، با هنر شما از خردی شناس بودم با طریق رادیو و تلویزیون. هرچند که در صحنه دیرترم که اومدم هنرنمای شما رو با طریق تلویزیون تماشا میکردم، بسیار مخلص بودم و میدونم که ایجادات شما از سالهای 60 عصر گذشته ایجادات خودتان را آغاز نمودید و امروز شکرگزارم که با شما همکار هستم، با شما همکسب هستم و یک چند سال پیش استاد به انسمبل دولتی فلک اومدن، یک سرود آوردن با نام بهار آمده. ما استاد در نزد شما قرضدار هستیم، چون که ما باید نزد شما میرفتیم که با شما برای ما آهنگ سازید. نه که بزرگی شما در همین است که شما از ناحیه همدانی خیسه به نزد ما اومدید و انمو سرودی که بهار آمده را به ما پیشنهاد کردید. استاد شما گفتید که این سرود با لحن شما و با صدای شما خیلی موافق است و من بسیار به من خوش آمد آهنگ شما و با انسمبل دولتی فلک این را آماده کردیم و در خزینه طلایی رادیو ثبت نمودیم و مردم پیشکش کردیم و میخوایم امروز یک چند میساج با حاضرین گرامی و با بینندگان آینه نیلگون پیشکش کنم. بیا بهار آمده، گلها قطار آمده، بیا بهار آمده، گلها قطار آمده، صوت و نوای بلبل از شاخسار آمده،
صوت و نوای بلبل از شاخسار آمده بیا بس انتظاری دلم به تو خماری بیا بس انتظاری دلم به تو خماری به مثل بوی گلهای نو بهاری به مثل بوی گلهای نو بهاری. سلامت باشید استاد عزیز. با شما سلامتی میخواهم. زنده باشید. استاد البته ما با واسطه تلویزیون یا که شبکه‌های رادیویی بسیار سرودهای شما رو آهنگ‌های شما رو گوش میکنیم. دیگران میخوانند سرودها رو آهنگ‌ها رو. یک آهنگی که در خیال ما بسیار وقت میپیچد توپ میخورد و زمزمه میکنیم. این یک برای رادیوی شهر کلو بود که همین با همین آهنگ آغاز برنامه بود. مردم انتظار بوده همین آهنگ کی میشد. لا 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 بفین همین خیلی بود. آیا تاریخ هم را گفتن میتونه که آهنگ یا که سپارشی بود یا که همین خیلی آمد. یک کاربرد تلویزیون گفتن که عبدالسلام رحیموف همین رادیو ولایت نو تشکیل کرده. بعد آهنگ نام مادن ندای خطلان در همین ذخیره تلویزیون هست. ندای خطلان بعد همون سر بشید به نهایت آهنگ خوشو برو محبت ندای خطلان همین خیلی سر بشید. در اینجا انسامبل که می نواختن به حد پررا و آزاده می آمد. بسیار آهنگ خوش رو با آمد. فرزند مو از خود روسیه آمده برای تبریکات پدرش. دختر من نگاربی رحیمова. گپ بزند. اول سلام. بعد از نام اویلای خودمون اویلای رحیموف همه شمایان رو برای که وقتی قیمت خود رو دریغ نداشته به این محفل آمدید مینداری بیان میکنم و گفتنی دارم همین قدر که من وقتی کودک وقتی مکتب خونی در کجایی نمی رفتم فرزندی که خیر فرزند رحیموف ها فخر میکردم که همان مرا میشناسند فرزند عبدالسلام رحیموف گفته این برای من یک خوشبختی است یک خوشبختی کلام. سلامت باشید دخترم. سلامت باشید. شما سلامت باشید. من زیادزاده قمر دانشجوی کورس یکمی سروندگی انحوی کنسرواتوری ملی. استاد اولین برآمد شما در صحنه کسبیتون چگونه بود؟ بار اول یک آهنگ می‌نوازم با نام راز دیل. در وقت پیدا شد که نبی آهنگ آمدم 6 تا رمادوس قربانیان خوب اکی باشی بچه های تیاتر نوازنده همه نوازنده های تیاتر ناحیه همدانی را من تشکیل کردم. من همه شاگرده من هستند. از وقتی که از سال 1961 تیاتر خلقی برقرار شد. من گفتم برادر عزیز من یک آهنگ ایجاد کردم یک چیز نوشتم همه را بعد گوش کردم گفتن که راز دیل. برای چی؟ بچه های جوان بودیم رنگ شما برای جوان بودیم گفتیم که خیلی هر یک جوان با همدیگر روز دیل میگن. روز دیل گفتنش در کار ولی خاندار نشدیم نگاه چیز زندگی را ندیدیم. همه روز دیل پیدا شدن کمتر شد بنوازم از هم دیگر است.
من خوجامرادوف شوراجون دانشجوی کورس اولی کنسرواتوار ملی تاجیکستان میباشم. استاد ما امروز جوانان خوشبختیم که از صحبت شما بهره ور شدیم، در اینجا حاضر بودیم، از گفته‌های شما با خبر شدیم. استاد که شما خود که به درجه های بلندی سند رسیدید، به درجه مرتبه استادی رسیدید، ما از شما میخواستیم پرسیم که شما برای ما چی مصلحت ها میدید که ما در آینده به درجه های عالی سند رسیم. من هم جواب بدم. من خیال میکنم که بهترین جواب من بدم، چون که هر یک هم کلیتی ما بچه‌های جوانو بدیم. نه جوانو رنگ یک اویله برای بدیم، به هم دیگر دور رفتن نمیتونیم. من خواهش میکنم که همین جوانو حاضره اول سواد یافتن در کار، سواد آموختن در کار، سواد گرفتی بعد اولادور شدن در کار، در اویله مهربان شدن در کار، در اویله حرکت کردن در کار که بای دادن در کار نیست، چون که زندگی با بالا رسیدن بسیار مشکل تر است. من همین برنامه چقدر خط زندگی نگاه کنم. ما جوانان خطی به حد کار کردیم. چندین شاگردا دارم، قریب 100-200 شاگرد دارم، هم نوازنده و هم سراینده. جوانان رو حاضر تشکیل کرده که در تئاتر ما فقط جوانان از اون هستن. خواهش میکنم که اینقدر بزرگی دولت هم که چقدر پیش رفتیم، همه شرایط مهیا، چیزی که در کار باشه در مغازه ها هست، اسباب‌های موسیقی میرسد، مکتبا را چقدر زیبا کرده، مکتبا را معلمان میرسد، همه شرایط میرسد. فقط چیکار کردن در کار؟ خواندن در کار. همه جوانان عیده دادن در کار نیستن. من از شما خواهش میکنم تمام جوانانی که در تاجیکستان هستند باید به قدر پدر و مادر برسند، سواد گیرند، اویله خوب ترتیب دادن در کار. من به همه جوانان سلامتی میخوام. آینده هر یک جوان در دست خودش است. با این دولت بزرگمون فخر میکنم که دولت اینقدر پیش رفت. با تاجیکستان فخر میکنم، با تاجیک بودنم فخر میکنم. برای سرجم شدن مردم اینقدر تماشاگرای محترم، شما اینقدر قدم رنجه کرده، برای من آمدید، بسیار می‌دارم. باور دارم این شاگردای در نشستن آینده پگه یا همش هنرمندای بخواد بشوند، هنرمندای بشوند که فدایی میشوند، فدایی میشوند که تمام تاجیکستان اینو بهره میگیرد. به همه شما سلامتی میخوام. گفتن که شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید. و شب رو چی گناه؟ شب رو چی گناه که قصه ما بود دراز. یک بار دیگر نمیگم که خوش آمدن، خوش آمدن، سلامت باشید.